این روزا مصروف چی هستن؟ در کنج خانه مثل یک اسیروار هستم. زنان نمیتونن که کار بکنن. چرا به نقطه صفر؟ خب مقصر اصلی زیادتر اشرف غنی است. جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده امریکا. نقد کلان از نهادهایی بوده که برای زنان کار کردن. یک حلقه خاص بودم که اونا زنای پروژه‌ای بودن. حجاب تازه‌ای که برای زنان تعیین شده، آیا با اون موافق هستن؟ با نقاب پوشیدن اینا من مخالف هستم. برای بهبود وضعیت زنان افغانستان آیا امیدوار هستن یا نگران افزایش محدودیت‌ها در برابر زنان افغانستان هستن؟ این ننگ از برای امارات اسلامی افغانستان که زنان افغانستان این رقم باشه. رضای خیابانی آیا شما موافق هستن؟ خب حق داده نمیشونه، حق ما را گرفتن. شما آیا فکر میکنین که کابینه همه شمول باشه؟ طالباس یا ملا صاحب است یا شیخ صاحب است یا مفتی صاحب است. آماج امشب ساعت 8.